بچه ها حاجی داره پدر ما رو در میاره، میگه ای گفتی کمپانی این بود. گفتم حاجی الان وضعیت چجوریه؟ گفت وضعیت من از چهرم معلومه دیگه. اونم شریک ماست، اون بدتر. نه این هم ولی خوشحاله. این مامور رو این اینو تو باشگاه نبوشی خواهرشو بگاهی ها. اینو با شب بیرون اینو ما وسط سخنرانیم، تو آخه داریم میخوابی که آرش این چی شریکی گرفتی آوردی؟ این یا فقط داره میخوره یا گشنشه فقط. نگاه کن باز دارم جون بگیرم باشم تبلیغ کنم برات. نمیخواد الان شروع کن فیگور بگی تبلیغ کن. الان امروز میگه نه این عکسی که من گذاشتم پیج تکان داد. اینو نگاه کن. اینو مرغابی پریشان.